همون که محمد رسول الله را به عنوان استاد قبول کردن، اونا را به مقامی رسان که این اولیا، همه اولیا امت و بزرگان را جمع بکن، محدثین و مفسرین و فقها را به گرد پای ادنا صحابه نمیرسن که کی است ادنا ترین درجه؟ حضرت وحشی. یک صحبتی در صحبت یک بار آمد در صحبت رسول صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته وحشی در جلو من حاضر نشو، ایمان تو را من قبول میکنم ولی پیش من نیا، در صحبت من خودت را حاضر نکن جلو من که مبادا که دل من به نسبت تو خراب بشه و اون وقت من انسانم. همون تقاضا و طبیعت بشری من که تو کی رو کشتی؟ تنها عموش نبود، رفیقش بود، برادر شیریش بود. همون عموی بود که با هم چی بودن؟ بزرگ شده بودن و یک جا هم برادر بودن هم چی بودن؟ عمو و برادر زاده بودن. خیلی هم دیگر دوست داشت. همون غیرت دوستیش سبب شد که حضرت حمزه چه بکنه؟ ایمان بیاره. ابوجهل را زد با کمان، سرش را خورد کرد به خاطر محمد رسول. عصبانی شد، از شکار داشت می اومد، دید که این ابوجهل یک گروه لاتا را جمع کرده، لاتای مکه رو دارن محمد رسول الله را چه میکنن؟ اذیت میکنن. عصبانی شد و همون کمانش را گرفت زد، اینقدر زد ابوجهل کسی جرأت نمیکرد جلوش رو بگیره. بعد گفت من ایمان آوردم، از بعد شما بیاید نزدیک این شخص. اینو شهید کرد. کی شهید کرد؟ ولی توبهش را پذیرفت، خالصانه اومد توبه کرد و رفت. گفت دیگه تو مجلس من